بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. حدیث متفق علیه است. ابو هریره رضی الله عنه میگوید: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفتند رسول بزرگوار صلی الله علیه و سلم: کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمه است که بر زبان سبک است و آسان است. ثقیلتان فی المیزان، آن دو کلمه وزمین است در ترازوی اعمال در روز قیامت و سنگین است و ثواب زیاد دارد. حبیبتان الی الرحمن، و آن دو کلمه نزد خداوند خیلی محبوب است که الله آن دو کلمه را دوست می دارد. آن دو کلمه این هست: یکم سبحان الله و بحمده، و کلمه دویم سبحان الله العظیم.